همه ما شما حاضرین محترم حالا فراموش نکردیم تا حال هم حکومت هم خلقی اذیت کشیده ما مخصوصا با تاکید میکنم ملت تاجیک تا حالا زخمی اون جنگ شهروندی را گویم که تبابت کرده است. ما یک مراتبه خانه خود را با دست خود با مصلحت و کمک های خواجه های خارجی آتش زدیم، سوزاندیم، صدها هزار قربان شدند، 1 میلیون مردم تاجیکستان فراری گشتند، 55,000 کودک عموما بی پدر و مادر ما و به این روز آمده رسیدن کاری بسیار دشوار سنگین کل مردم تاجیکستان قهرمان خلق تاجیکستان است، نه یگان حزب نه یگان شخص دیگر، خود خلق تاجیکستان سیاستی پیش گرفته است و صلح آفرینی را دستگیری کرد و ما ملت تاجیک سرجم گشتیم. وحدت ملی تاجیکان همین طور آسان به دست نآمده است. دشمنان قتال ملت تاجیک تا حال زخم خود را چکانده ایستادند. حتی در زمانی گفت و شنید کوشش کردند که به گفتگوی تاجیکان که به صلح نآیند به وحدت نآیند پیشگیری و خلل رساندند. لیکن چی گویم خرد ازلی انا همون تاریخ و فرهنگ تمدن قدیمه ملت تاجیک روحی بزرگای گذشته هدایت کرد و ما شما به این روز آمده رسیدیم. شکرانه همین سرزمین با میگم دوستان عزیز شکرانه همین سرزمین کنیم با کم و بیشم با تمام کمودیاشم همه ما شما از سر گذراندیم، جای دیگر وای نیست. شکرانه همین سرزمین کنیم، وطنمان خودمان آباد میکنیم. دولت سازی کاری آسان نیست، در 10 سال و 100 سالها زحمت کشیدن مانده کار، 100 سالها. امروز جوانان را تربیت کنیم در همین روحیه. ما کلان سالان در سرمان آهن نمیگیریم. برای همین هم هدایت میکنم دائما تاکید میکنم که ما خودمان به یگان ترس هراس جوانان را تربیت کرده آماده سازیم که آنها آینده دولت خود را وطنی عزیز و محبوب خودشان را صاحبی کنند. من بارها تاکید کردم ما شما شاهدی بازیچه های دولت های ابرقدرت بودیم. همون جنگی شهروندی هم همین بود. من تعمیلی میگم همه ما جانبا شاهد هستیم چگونه بازی ما دراندن. طرز کار کنیم تمام حزب های سیاسی، تمام حرکت های جمعیتی، کل شهروندان از خرد تا بزرگ طرز کار کردن ما در کار از هر وقت دیگر زیشتر حس ملی، حس وطن دوستی، حس وطن بررسی از همه دیگر منفیت های ملی که حزبی و شخصی و دیگر بالاتر گذاشته وطن ما را صاحبی کرده آباد کرده ما در کار. کسی آمده برای شما وطن آباد نمی کنه. سوزاندیم کی را زور آمد، خانه را سوزاندیم کی را زور آمد. بیاز بیرون آمده برای ما شما بچه تولد کرده است دیلش می سوزه. برعکس این پای 5-6 ساله که ما در گفتگو بودیم چقدر ملت تاجیک را طعنه می زدند، یک قابچه آرد می دادند و طعنه می کردند بر تمام دنیا. اینقدر میان روی میان جگری نخواد که ملت تاجیک با اینقدر بزرگای گذشته خود با اینقدر تاریخ و تمدن کهن محتاج دیگران باشد. عقل را کار بفرمایید. من هیچگاه سوگندی که یاد کردم از خاطرم فراموش نکردم، هیچگاه فراموش نکردم. من هیچگاه فراموش نکردم که از کدام عائله من به دنیا آمدم، چی روز گذرانیدم، کدام روزها بود از سر ماه شما و همان روز
هستی خود را با ملتم با وطنم بخشیدم و امروز بار دیگر میگویم که هستی من برای آبادی وطنم برای پیشرفت دولت و ملت خلق عزیز است.